به به، آقا مهدی هم اومد و با نونای تازه. مهدی توی خانواده وظیفه خرید نون رو داره. خانواده‌ای که با زحمت فراوون یه مجموعه کله پزی رو راه انداختن و دارن توش فعالیت میکنن. اینجا کنار کله پاچه هاشون قلم گوساله هم میذارن میپزه که مغز قلمش رو هم توی سیرابی استفاده میکنن هم توی کله پاچه. سیرابیاشون هم واقعا خفنه ولی فقط بعد از ظهر دارن. حواستون به این داستان باشه. ما شمالی‌ها بهترین صبحانه باشد در جهان، چشم و گوش و پاچه و مغز و زبان. مجون سیر سرکه کاملا تمیز و خنکی. خانمای شمالی همچین چیزی درست بکنن کنار سیرابی واقعا خوردن داره. فقط کافیه یه بار مهمون خانواده آقا رضا و خانومش باشید، انقدر غذاشون فوق‌العاده است که حتما دوباره هم مشتریشون میشه. از این ترشیای خوشمزه‌شون هم غافل نشید که کنار سیرابی و کله پاچه‌تون خیلی خوشمزه. اینجا سیرابی کله پاچه رو به صورت بیرون برم واسهتون میفرستن، از اون ترشی دستاس خونگیام واسهتون ارسال. این معجون سیر و سرکه که روی سیرابی میاد اصلا طعمش رو زمین تا آسمون عوض می‌کنه. آدرس و مشخصات طباخی آهو رو دقیق واسهتون تو کپشن نوشتم، برید اونجا منو دعا کنید.